درس‌های خودرو درباره مدل دیفرانسیلی دوام میکنیم. چیزی گفته بودیم مدل دیفرانسیلی چه مدل است؟ در اون مدلی که ما اصلی فونکس رو اگر بینیم این مدل دیفرانسیلی است. تو ما چه مدل رو کار کرده بودیم؟ در اون که ما عددها رو میابیم. مثلا مدل ساده چیش ممکن است اگر شما 5x - 4 برابر 9 باشد. این مدل چه کار میکردیم؟ عددها رو با یک طرف و نرمال هم با یک طرف جمع کرده این برابر 13 میشه و x برابر 13 تقسیم 5. این نمودی مدل ما یک جواب داشت. باز چه مدل داشتیم؟ ما مدل‌های هم کوادراتی داشتیم. یعنی مثلا x کوادرات - 3x جمع 2 بگذار باشد. مدل کوادراتی ما دو تا جواب داشت. اینو با قوس جدا کرده میتونیم. x - 2 x - 1 برابر 9 و اینجا مدل ما دو ریشه داره. مدل دیفرانسیلی باشد به آخر جواب داره. یعنی حل مثالی به آخر داره. از اینجا میفهمیم مثلا امروز کدام نمود مدل دیفرانسیلی کار میکنیم؟ در اونی که مدل دیفرانسیلی که در یک طرف فونکسیه از جهت x داده شده است، نامعلوم x است، عوض شونده x است. مثلا ما اینا رو در وقتی که اینتگرال ها رو گذاشته بودیم دیده برآمده بودیم. مثلا شما مدلی که داشتن ممکن است dy و dx برابری مثلا 2x یا اینکه حاصل یک فونکسیه برابر است به بگذار کوسینوس x - 1 باشد. این نمودی سوال رو چه کار میکردیم؟ چه که دقت داشته باشین از روی اینتگرال ها از اینجا y برابر است به x کوادرات جمع 3 و دویمش هم y برابر است به سینوس x مینوس x جمع 3. برای نمودی سوال های کار کرده البته که ما با یاری اینتگرال ها که در وقتی که حاصله و اینتگرال که برعکس یکدیگر هستند دیده بودیم. در اینجا استفاده برده میتونیم. این مدل دیفرانسیلی ساده ترین است که در یک طرف ما فونکسیون از جهت x داشته باشیم. و برای چی حل این جواب های این مدل به آخر است؟ برای که از سبب این سه بودنش. مثلا ما این فونکس رو میدونیم پارابولا است. اگر ما فونکس رو تصویر کردن خواهیم مثلا در سیستم کوردینات اگر کشیدن خواهیم سه چیش دونش ممکن؟ سه میتواند شده 9 1 - 1 سه میتواند شده 9 یا اینکه پلوس - 1 پلوس - 2 و این پارابولا چه میشه جواب ما؟ اگر سه 9 باشد پارابولا که از خط نقطه ابتدایی میگذرد. اگر پلوس 1 باشد همین پارابولا ما یک واحد به بالا میرد. پلوس 2 باشد دو واحد. اگر مینوس باشد پارابولا ما یک واحد به پایان میرود. مینوس 2 باشد دو واحد با پایان میرود. یعنی وقتی که نویسیم این وقتی که 3 برابر 0 است 3 برابر 1 3 برابر 2 یا اینکه - 1 - 2 و اینها به آخر هستند. فونکسیون به آخر. اگر از شما خواهند که فونکسی مخصوص رو یافتن در کار شود به شما یک نقطه داده شدنشون در کار است. یعنی نقطه‌ای که در فونکسی شما است. مثلا بگذار فونکسی که از نقطه چی گذرد؟ 1 و 2 گذرد. از نقطه 1 و 2 کدام فونکسی ما میگذرد؟ شما چیکار میکنین؟ بگذار فونکسی ما همین باشد. اگر x 1 باشد y 2 میشود. 2 برابر 1 کوادرات جمع 3 و 3 رو یافته میتونیم این برابر 1 است و از اینجا ما میدونیم که فونکسی ما در اصل x کوادرات جمع 1 است. در اینجا y کوادرات x کوادرات جمع 1 است.